با برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام. امروز 30 ینور است. به سرخط خبرها توجه کنید. چند خانه و چند ماشین. آژانسی خدمت دولتی میگوید تا 2 سال دیگر دارایی‌های منصبداران تاجیک را اعلان میکنند. بای میگه که من هم چیز دارم. این یگان انسان میگه، یگان کس نمیگه دختر جان این گپا. منصبدارا با تماما نمیگن این گپا. دادستانی ترکیش ماشین رئیس حزب حاکم در کلاب را عملی تروریستی نامید. یک گروه را با گمان دست داشتن در عمل تروریستی بازداشت کردند. حتی همه جنایت‌های صادر کردگیشون نوار گرفته اما آدمای متصدی خودشون ارسال می‌کردند. مردی که گوش و بینی زنش را در قرقیزستان بریده بود جزای سنگین گرفت. او 20 سال در زندان خواهد بود. رهبر آژانس خدمت دولتی تاجیکستان میگوید تا 2 سال دیگر دارایی‌های منصبداران کشور را اعلان میکنند. اعلانی که اینکه منصبداران چند خانه و ماشین دارند در اکثر کشورهای دنیا یک کاری معمولی است، ولی جمعه دولتوف رهبر آژانس سال پیش گفته بود که جامعه تاجیکستان به این کار آماده نیست. سرویناز روح الله و براد یوسفی گزارش دارند. جامعه تاجیکستان به دانستن دارایی صاحب منصبان نزدیکتر شده است. قرار است تا 2 سال دیگر اعلامیه دارایی‌های خدمتچیان دولتی پیشنهادی جامعه گردد. جمعه دولتوف رئیس آژانس خدمت دولتی این موضوع را در پاسخ به سؤال خبرنگار آزادی چنین شرح داد. در سال 2023 در نزد اگنتی خدمت دولتی گروهی کاری بین اداره عزیزای متخصصان با جلب متخصصان دیگر وزارت و اداره ها تشکیل کرده شد. مسئله همه طرفه آموخته شده ایستاده است، ادامه دارد آموزشی مسئله و از نتیجه حالا در سطح خدمتی قرار دارد و در حالتی که لایحه ها آماده میشن حتما شما و همه وسطای اخبار عامه و رادیوی آزادی محترم هم آگاه میشن. رئیس آژانس خدمت دولتی تاکید کرد که مسئله تحت نظارت نهادش قرار دارد. گفته می شود رسانه‌ای کردن اعلامیه دارایی خدمتچیان دولتی یک طلب سازمان‌های بین‌المللی مالیوی است. و پیشتر گفته بود که جامعه به دانستن این دارایی‌ها آماده نیست. یک پرسش کوتاهی ما این نتیجه را داد. بای میگه که من هم چیز دارم. این یگان انسان میگه، یگان کس نمیگه دختر جان این گپا. منصبدارا با تماما نمیگن این گپا. ولی شما میخواهید که دانید که چی دارن؟ اگه بین ما میدونیم که اونا چی دارن دختر جان. این ماده نه فایده داره نه ضرر. فهمم هم فایدم نیست. نفهمم هیچ. ولی تحلیلگران میگویند که فرق دارد، زیرا این یک راه تامین شفافیت و مبارزه با فساد است. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک گفت این شرطی است که چند سال اخیر از جانب نهادهای بین‌المللی نیز بر رهبریت سیاسی تاجیکستان پیشنهاد می شود. این همچون استراتژی و شرط دستگیری و جلب سرمایه خارجی و گسترش رابطه است. به قبل او این چیز بنابر نبودن اراده سیاسی تطبیق نمی شود. این از کمتر بودن شفافیت دولت و از تحت نظارت پارلمانی و جامعه شهروندی دور بودن خدمتچی دولتی نیز شده است. بدون شک کار بسیاری را انجام نداده اثبات کردن ما ممکن که مجموعی درآمد خدمتچی دولتی با واقعیت زندگی وی موافقت نمی‌کند. در تاجیکستان بیشتر از 19,000 خدمتچی دولتی کار می‌کنند. به گفته مسئولان آژانس خدمت دولتی تاجیکستان، منصبدارانی که در اعلامیه دارایی‌های خود را پوره نشان نمی‌دهند جزای مأموری خواهند گرفت و حتی از منصب برکنار خواهند شد. همچنین خدمتچیان دولتی حق ندارند در خارج کشور مالکیت و حساب بانکی داشته باشند. ضمناً امروز در رده‌بندی نوی بین المللی که سطح خدمت صادقانه اداره‌های دولتی به مردم و پاک بودن آنها از رشوه‌خوری را ارزیابی می‌کند، تاجیکستان امسال در یکی از زینه‌های پایین قرار دارد.
همکارم کیومرث عطا این گزارش را خلاصه کرد و در استودیو با ماست. تشکر عبدالمؤمن که این خبر را گفته. در ردبندی نوی سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال امسال تاجیکستان 4 زینه پایین رفته است که به معنای هرچی بیشتر ریشه پهن کردن این ظهورات خطرزا در اداره های دولتی است. طبق آن تاجیکستان در جایگاه 162 است و این از پایین ترین زینه ها در ردبندی به حساب می رود. در عموم در این ردبندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان ردبندی بیانگر ریشه پهن کردن رشوه‌خواری، سوء استفاده از مقام و همچنین خشونت بربازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کروپسیا آنجا زیادتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می‌دهد. ولی به آذربایجان از 100 امتیاز 23، به تاجیکستان 20 و به ترکمنستان 18 امتیاز داده گفتند که هر سه کشور به مشکلات سخت کروپسیا گرفتار هستند. همونطور می‌دانید عبدالمؤمن، حکومت تاجیکستان همیشه میگوید که بر ضد کروپسیا مبارزه می‌برد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کروپسیا در سال 2021 یکی از نشان دهنده عزم قوی حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات است. ولی خبرها درباره رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاجیکستان کم نشده است. خود همین روز هم 2 دادرس را با اتهام رشوه‌گیری از منصبشان راندند. کیومرث، درباره وضع در کشورهای همسایه تاجیکستان در این گزارش اشاره هست؟ مثلا درباره قرقیزستان یا ازبکستان چی گفتند؟ مؤلفان گزارش در عموم درباره کشورهای آسیای مرکزی گفتند که عقب نشینی فراگیر از دموکراسی و سست‌تر شدن نظام دادگاهی در آسیای مرکزی نظارت را بر کروپسیا مشکل کرده است، چون اداره‌های پلیس و دادستانی و دادگاه اکثرا نمی‌توانند که پرونده آنهایی را که از قدرت سوء استفاده می‌کنند، از منصب سوء استفاده می‌کنند تحقیق کرده و آنها را جزا دهند. سازمان شفافیت بین الملل میگوید که رهبران منطقه که باید ولایت قانون، حقوق و دموکراسی را مستحکم کنند، برعکس خود آنها را پیوسته هدف میگیرند. در شاخص درک فساد از وضع بد قرقیزستان گفتند امسال این همسایه کشور تاجیکستان 26 امتیاز دارد که مقام خوب به حساب نمی رود و به قول مؤلفان شاخص این کشور که یک سنگر دموکراسی با جامعه مدنی پر جنب و جوش در آسیا مرکزی بود به یک رژیم خودکامه تبدیل یافته است. برعکس کشورهای دیگر منطقه ازبکستان امتیاز نسبتاً بیشتر دارد که بیانگر بهتر شدن مبارزه با رشوه‌خواری دانسته می شود. تشکر همکارم کیومرث عطا درباره گزارش تازه راجع به فساد و رشوه‌خواری در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گزارش میداد. دادستانی ترکیش ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی در شهر کلاب را عملی تروریستی نامید. در این ترکیش در روز 5 ینور نماینده حزب حاکم در کلاب مجروح شد. دادستانی کلاب گفت که یک گروه را با اتهام دست داشتن در عمل تروریستی بازداشت کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. ترکیش ماشین رئیس حزب خلقی دموکراتی در شهر کلاب عمل تروریستی عنوان شده. در پیوند با آن 8 نفر بازداشت شدند. آنها با تروریسم و دعوت عمومی برای زوراً تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گمانبر می شوند. نام آنها و نظرشان به این عیبنامه معلوم نیست. ماشین خدمتی سلیم سیولی زاده روز 5 ینور امسال در خانه‌اش در دهه تودکفش ترکید و او مجروح شد. در دادستانی منطقه کلاب گفتند که تفتیش پرونده را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی پیش میبرند. شخصایی که جنایت صادر کردند به واسطه 2 نفر غیر جنایت صادر کردگیشون در یک چند عملیات تروریستی که در خود همه ولایت ختلان منطقه کلاب صادر کردند و جنایتشون هم آشکار شد. دادستان منطقه سبب اعلان نکردن نام افراد بازداشت شده را به مهر مخفی داشتن این پرونده بستگی داد و تنها یک جزئیات پرونده را نقل کرد که گویا بازداشت شده ها این عمل را با دستور گروه های افراطی به جا آوردند. 2 نفران با همشریکای اونها که با همه گروه های افراطی علاقه داشتن، همکاری میکردن. حتی همه جنایت های صادر کردگیشون
навор гирифта ҳамо одамои мутасаддии худшонро ирсол мекарданд. اجرا کننده وظیفه دادستانی منطقه کولاب گفت همه بازداشت شده ها ساکنان کولابند و این شهر محل آسیب پذیر در برابر افراطگرایی شمرده می شود. یکی از ناحیه‌های آسیب پذیر همه جنایت‌های افراطی در همه شهر کولاب در منطقه ختلان. پرونده تروریسم در منطقه کولاب به سر خود کم سابقه است و گفته می شود محض آن زمینه برکناری گروهی سران نهادهای قدرتی ختلان شد. ساکنان کولاب و دهات اطرافیان پرسجوی‌های خانه به خانه را برای دریافت معلومات درباره مهاجران نیز به حادثه اخیر ربط می‌دهند. دادستان اشاره کرد که بر علاوه 8 نفر شاید افراد از این بیشتر هم بازداشت شوند. گزارش را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم کرد و برنامه را با گزارشی از قرقیزستان ادامه میدیم. در قرقیزستان مردی را که گوش و بینی زنش را برید به 20 سال زندان محکوم کردند. دادگاه ولایت چوی روز 26 ینور حکم را اعلان کرد. عظمت استبیسف برای شکنجه همسرش در زندان نظامش سنگین ادای جزا خواهد کرد. دادگاه همچنین امر داد که او به جبردیده 2 میلیون سوم پرداخت کند. وی گفته است از حکم راضی نیست. همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. در مرافعه نزدیکان شکنجه شده آرام نشسته نتوانستند چون سالهای زیاد تلاش کردند عزیز خود را از جبر شوهر سابقش امین نگه دارند و از فاجعه پیشگیری کنند. با پشتیبانی از اصل در نزد دادگاه فعالان جمع آمدند. آنها و هم نزدیکان زن جبر دیده برای مرد زندان 1 عمری طلب کردند. خود او در مرافعه گفته است گناه ندارد. وی میگوید که بیماری روحی دارد و باید او را رها کنند. باید به قزلجر رود. عین زمان میگوید بیگناه است و شرح نمیدهد که چطور. در واقع او 4 مرتبه از تشخیص از جمله 2 بار از تشخیص روانی گذشته است. کلمه غیر اختیار را خیلی ماهرانه استفاده میبرد. اصل در مرافعه شرکت نکرد چون به یاد آوردن آن روز دهشتناک و شنیدن موقع شوهر سابق برایش سخت بوده است. وی قبل از اعلان حکم با خبرنگاران صحبت کرد. اگر او یگان وقت آزاد شود نه تنها برای من و مادرم و کودکان بلکه برای همه خطر خواهد داشت. اگر به زندان 1 عمری محکوم شود من اینجا می ایستم، ولی اگر حکم دیگر باشد من مجبورم به کشور دیگر بروم. او خیلی خطرناک است. حتی خودش درک نکرد که چی کار کرده است. به من پیام های تهدیدآمیز می نویسد. اصل از شوهرش 5 سال پیش جدا شده است. میگوید پیوسته لطوکوب و شکنجه میشد. بعد جدایی هم مرد او را تعقیب و تهدید و 2 مرتبه تجاوز کرده است. خانواده اصل بارها علیه او به مقامات شکایت بردند ولی نسبت به مرد چاره جدی نااندیشیدند. برای همین من به ایتالیا رفتم چون تهدید میکرد که تو را میکشم، ریزه میکنم و برایت کیسلاته میپوشم. حتی بعد رفتنم هم تهدیدها ادامه داشت. وقتی برگشتم کار با این حادثه انجام یافت. اصل 36 ساله به طور معجزه‌آسا زنده ماند. ماه سپتامبر شوهر سابقش با کارد گوش و بینی او را برید. حادثه در پیش چشم پسرش رخ داد. مرد تهدید کرده است که چشمانش را کنده او را میکشد. همسایه‌ها زن را از مرگ نجات دادند. حتی بعد بازداشت هم مرد به همسرش پیام‌های تهدیدآمیز فرستاده میگفته است اگر فهمد که با مرد دیگری رابطه دارد عاقبتش بد می شود. اصل گفته بود اگر به شوهر سابقش جزای عادلانه دهند برای مردان ظالم دیگر این درس می شود. برنامه اینجا به پایان رسید. خبرهای بیشتر را با عکس و ویدیو شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی یا شبکه ایکس توییتری پیشینه پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید لطفاً با ما نویسید. شماره تلفن های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.